خب جون سلام، آماده یه قصه هستین؟ اسم قصه‌مون اینه بزرگ. دختری بود که لبخند بزرگی داشت، قلب بزرگی داشت و رویاهای خیلی بزرگی داشت و همه اینا خوب بودن تا اینکه یه زمانی دیگه نبود، خوب نبودن. بزرگ. روزگاری دختری بود که خندش بزرگ بود، قلبش بزرگ بود و رویاهای بزرگی داشت. رویاهای بزرگ بپرداز توی ذهنت. اون حروف الفباش رو یاد گرفت، عددا رو یاد گرفت، همیشه میگفت لطفاً، ممنونم و حتی اسباب بازی هاشو کنار میذاشت، سر جاهاشون میبرد. موقع شام تمام غذاشو میخورد و بزرگترها میگفتن چه دختر بزرگی هستی و این جمله خوب بود، این کارای اون خوب بود که همه غذاشو بخوره. اون بزرگ شد و چیزای بیشتری یاد گرفت، میخندید، رویا پردازی میکرد، بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد و خوب بود که بزرگ میشد تا اینکه دیگه خوب نبود این بزرگ شدن. چیزایی که میشنید این بود که دوست داشتنی، مهربون، باهوش، خلاق، ملاحظه کار، آزاد، شاد، زیبا، چابک، مهربون، خلاق. تو دختر بزرگی هستی نه؟ کلاس دوم. یه روز یه اتفاق بزرگ افتاد. نه، بی‌صبرانه منتظر روز اجرا هستم. منم میخوام گل بابونه بشم. وای خدای من، مثل واله. نگاه کنین گیر افتاده، مثل گوزنه بیشتر. کمک. ممکن بود به خودت آسیب بزنی. فکر نمی کنی یکم واسه این بزرگی؟ این واسه بچه های کوچولوه. باید بهتر از این میدونستی. تو درد سر افتادی. این ماجرا باعث شد که احساس کوچک بودن بکنه. کلمه ها مثل نیش توی تنش فرو می رفتن و سخت بود که اونا رو از خودش جدا کنه. اینطوری شد که احساس کرد خودش نیست. انگار که سر جایی که باید باشه نبود. انگار که در معرض آسیب دیگرون بود، قضاوت میشد و در عین حال نادیده گرفته میشد، کسی نمیدیدش. همه توصیه داشتن واسش، این خوب نیست، این یکی رو به جاش امتحان کن و خود همین توصیه ها یه جورایی اذیتش میکرد. این یکی واسه تو عالیه. خب لباس گلیه اندازه تو نیست، تو خیلی بزرگی واسش، حالا چرا میری؟ مگه چی گفتم؟ واسه گریه کردن زیادی بزرگ نیستی؟ اصلا سعی کردی کوچیک‌تر باشی؟
چرا نمیتونی مثل بقیه باشی؟ یه روز بالاخره همه رو بیرون ریخت. دختر بزرگ، گاو بزرگ، خلاق، صدای خنده، گوزن، زیبا، زیادی بزرگ. اینطوری شد که تونست همه چیز رو واضح تر ببینه و تصمیم گرفت واسه خودش بیشتر فضا بسازه، به خودش فضای بیشتری بده. و تونست یه راهی به بیرون پیدا کنه، راهی برای رها شدن از مشکلش. اینا متعلق به شما هستن، مال شما. منو اذیت میکنن. همه نمیتونستن بفهمن یا حتی گوش بدن. وال فقط یه جوک بود. دختر گنده، انقدرم جدی نیست، زیادی گنده، بزرگ، تو زیادی حساسی. بعضیا تلاش میکردن. صدای خنده. نمیخواستم اذیتت کنم، ولی بازم متوجه نبودن که اون فقط یه دختر بود. اگه بخوای میتونم کمکت کنم تغییر کنی. نه ممنونم، خودمو همینطوری که هستم دوست دارم. و اون خوب بود، خلاق، خوب، مهربون، دوست داشتنی، بامزه، لطیف، باهوش، دلسوز، خیال پرداز. امیدوارم از این قصه لذت برده باشین. ممنون که همراه هم بودین.